سامورایی ها فقط شمشیرزن‌های خفن نبودن، اونا استاد ذهن خودشون بودن. اینجا 5 تا از روش‌های فوق‌العاده‌شون برای رسیدن به تمرکز 100% رو بهت میگم. 1. حالت ذهن خالی، موشین. راز چیه؟ اینه که ذهنت رو از هر گونه فکر اضافی، ترس یا شک و دودلی خالی کنی. موشین یعنی اینکه تو اونقدر در کاری که میکنی ماهر شدی که دیگه برای انجامش به فکر کردن آگاهانه نیاز نداری، فقط عمل میکنی. کاربرد امروزی: وقتی داری کاری انجام میدی، موبایل رو بذار کنار و نگران نتیجه نباش، فقط کار رو انجام بده، مثل یک غریزه. 2. همیشه بیدار باش. زنشین. راز چیه؟ زنشین یعنی آگاهی 100% دائمی، حتی وقتی یک کار سخت تموم میشه. سامورایی هوشیاریش رو از دست نمیده، چون ممکنه اتفاق غیرمنتظره بیفته. تمرکز هیچ وقت صفر نمیشه. کاربرد امروزی چیه؟ بعد از اینکه یک تسک رو تموم کردی، بلا فاصله نرو سراغ تفریح، یه لحظه مکث کن، آگاه باش و بعد با برنامه برو سراغ کار بعدی. 3. فقط یک هدف. ایچی 2. راز چیه؟ سامورایی ها برای خودشون یاد داده بودند که در هر لحظه فقط و فقط روی یک چیز تمرکز کنند. اگه داری شمشیر میکشی، نباید به نتیجه نبرد یا بقیه چیزها فکر کنی. تمرکزت فقط کشیدن شمشیره. کاربرد امروزی: مولتی تاسکینگ ممنوع. اگه داری گزارش مینویسی، فقط همون گزارش رو بنویس. این تمرکز عمیق کیفیت کار رو چند برابر میکنه. 4. تنفس یعنی تاندن. راز چیه؟ اونها میدونستند که آرامش از تنفس شروع میشه. تمرینات عمیق تنفسی از ناحیه پایین شکم یعنی تاندن بهشون کمک میکرد تا ضربان قلبشون رو در اوج استرس کنترل کنن و ذهنشون رو آروم نگه دارن. کاربرد امروزی: هر وقت استرس گرفتی یا حواست پرت شد، 3 تا نفس عمیق شکمی بکش. این کار مثل یک دکمه ریست برای مغزت عمل میکنه. 5. مرگ رو پذیرفتن. فودوشین. راز چیه؟ شاید ترسناک باشه، اما سامورایی ها با پذیرش کامل اینکه ممکنه در هر نبرد بمیرند، عملا ترس از شکست رو از بین میبردن. وقتی دیگه از مردن نمیترسی، تمام تمرکزت فقط میره روی انجام درست همون کار. کاربرد امروزی: شکست رو به عنوان یک بخش طبیعی از مسیرت بپذیر. وقتی از شکست نمیترسی، میتونی با جسارت و تمرکز کامل وارد عمل بشی. امیدوارم این راهنمایی‌های دوستانه بهت کمک کنه تا تمرکزت رو مثل یک سامورایی حرفه‌ای بالا ببری. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی.